سلام. امروز اومدم بهتون این گلامو نشون بدم. این چقدر گلش قشنگ شده و اینکه ساکولنت هم گل داده. یه چند روزه که یه شاخه‌ای پر از گل داره و من متوجه شدم که این گلا اسمشون گل مرگه. برای چی؟ برای اینکه بعد از اینکه این گلا خوش بشن، اون بوته‌ای که این گلا از توش در اومده اون میمیره، با در واقع گلای جدید جایگزین میشه. همین پاجوشای کوچولو که میبینین دورش، اینا جایگزین این بوته‌ای میشه که الان گل داده. که گلاش خیلی خوشگله، چند تا غنچه دیگه هم داره. الان چند روزه که این گلا رو داره و یکی یکی داره گلاش باز میشه. بچه ساکولنت ها خیلی به آفتاب و نور زیادی احتیاج دارن. البته این مدلش، مدلای دیگه یه ذره کمتر. این مدل که مدل عنکبوتیه، میبینین یه تارای خوشگلی سر چیزا رو به هم وصل کرده، برگوش رو به هم وصل کرده. خیلی مدل جذابیه و من نمیدونستم که این گلم میده، ولی الان که گل داده خیلی خوشحالم. خیلی قشنگه گلش. خیلی هم کوچولو هنا، ولی خب میتونید توی گلدون بزرگتر خیلی خوشگل تر بشه. یعنی تعدادشون رو زیاد کنیم، متنوع، خیلی جذاب تر میشن.